اکتبر سال 2021 تخمیناً ساعت 20:00 راننده автомاشین تمغه تویوتا کمری محمد علی زاده قهرمان سال تولدش 1987 ساکن نویه دنغره هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولوب در جماعت دیهاتی اقصوی نویه دنغره از عهده اداره کردن واسطه نقلیات نبرآمده автомاشین را به کنار راست راه چپه نموده است. در نتیجه راننده автомاشین مذکور محمد علی زاده در جای حادثه به هلاکت رسیده است و مسافران محمد شاهزاده اسکندر و اسمتوف مقصود جان سال تولدشان 1987 ساکنان نویه دنغره جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شمس‌الدین شاهین با عریضه مرد 50 ساله ساکن دهه چهاردره جماعت دیهات داغستان نویه مذکور مراجعت نموده است که شب 13 به 14 سپتامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 24:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی از چراگاه زمین‌های دهه مذکور یک سراسب و تایچه‌اش را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 10,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بین‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 36 ساله ساکن نویه ذکر گردیده که پیش با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده به همین راه شب ششم به 7 سپتامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 24:00 دقیقه از زمین‌های جماعت دیهات داغستان یک سراسب و تایچه مرد 58 ساله ساکن همین نویه را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 16,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. 11 اکتبر سال 2021 پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت زن 43 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف که پیش با ماده های 237 قسم 2 168 و 164 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است آغاز کرده شد. نامبرده سال 2010 تا ماه می سال 2019 با راه فریب و باوری مرد 47 ساله ساکن نویه مذکور در آمده با بهانه در آینده حجتگذاری کرده دادن داروخانه نوساخته شده واقع در درآمدگاه مرکزی سلامتی نویه باباجان غفوروف از او 470,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. نامبرده با راه فریب و باوری مرد 47 ساله ساکن جماعت دیهات اسفسار در آمده از او یک عدد автомاشین تمغه خوانده که ارزشش 120,000 سومانی تشکیل می‌دهد گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است.